قانون شماره 1 گفته لگاریتم a به توان m در پایه b به توان n. ببین این میشه m انوم لگاریتم a میوم. چیکار کردم؟ ببینین m آوردم پشت و اینو m رو هم آوردم پشت و یک کسر رو تشکیل دادم. اوکی؟ حالا یه مثال. ببین گفته لگاریتم 125 در پایه 25. ببین همشون پایه 5 رو دارن. یعنی چی؟ یعنی 125 میشه 5 به توان 3، 25 میشه 5 به توان 2. حالا این 3 و این 2 میان پشت یک کسر رو تشکیل میدن، میشه 3 دوم لگاریتم 5 پنجم. فعلا باش کاری نداشته باش چون جلوتر این قانون رو داریم. قانون شماره 2 گفته چی؟ گفته لگاریتم a ضرب در یا تقسیم بر b در پایه c. ببین این نکتهش اینه، ضرب تبدیل به جمع میشه و تقسیم تبدیل به تفریق میشه. یعنی چی؟ یعنی اینطوری میشه لگاریتم a در پایه c به اضافه منهای لگاریتم b در پایه c. یه مثال برات دادم بهتر متوجه بشی. اینو من به دو شکل حل میکنم. 4 و 3 دهم. ببین این یا بوده لگاریتم 43 ضرب در 1 دهم که این ضرب میشه جمع، یا اینکه اینطوری می‌نویسمش لگاریتم 43 دهم. اوکی؟ که این کسر یا تقسیم تبدیل به تفریق میشه. این هم از این قانون شماره 3. ببین اینو هم اینجا بهت گفتم دارم. لگاریتم a این چی میگه؟ ببین این در واقع میگه پایه و مبنا یکیه. زمانی که همچین چیزی بود جواب میشه 1. پس اینجا جواب میشه 1 و دوم و 1 کاری باش ندارم. این قانون اینو میگه پایه و مبنا یکی بودن میشه 1. حالا یه مثال اینجا واسه زدم. ببین لگاریتم 7 هفتم چی میشه طبق این قانون؟ میشه 1. لگاریتم 10,000 در پایه 10,000 باز هم میشه 1. پس این قانون ثابت. اما قانون شماره 4 که نکته هم اینجا واسه نوشتم به ما چی میگه؟ ببین اینجا نوشتم لگاریتم یک حالت گوسفندی در آوردم و گفتم این چی میشه. ببین این یعنی 10. اینجا نکتهش اینجاست، مبنای نوشته نشده برابر با 10 میشه. یعنی چی؟ یعنی من یک زمانی لگاریتم مثلا اینجا 25 رو داشتم و اینجا چیزی ننوشته بود، اینو 10 میگیرم و همین راحتی. اینم شد خلاصه از قوانین لگاریتم.